تا دم صبح همراه شما می بودیم با همین عشق، با همین صمیمیت، با همین دوستی. اما هر چیزی پایان خدا داره و من به حیث یک دختر افغان تنها آرزویی که در تمام عمرم داشتیم فقط یک چیز بوده: صلح و آرامش و آزادی برای افغانستان، ایران، فلسطین، غزه، تمام دنیا. و حال ما را خوب داند مرغ بیکاشانه در قفس دارد مهیا گرچه آب و دانه. من حقیر ملک غیرم، جرم من بی میهنی است، گرچه بودم سالها من آدم فرزانه. از دوستانی که از افغانستان تشریف آوردن یا از ایران، ای که سوی میهنم از خوشنصیبی می روی، ای که سوی میهنم از خوشنصیبی می روی، بهر من خاکش بزن یک بوسه جانانه.